قهرمانای خوب داریم در کشور که رقابت‌های خوب بر افغانستان انجام میتن، افتخارات بزرگ را کمایی کردن و افتخارات بزرگشان در راه است که کمایی بکنن. همیشه حمایتشان کردیم و در کنارشان ایستاده هستیم. یکی از اون قهرمانا ذکریا زمانی، قهرمان طلایی افغانستان که ملقب به تایگر افغانستان است، که خوشبختانه چندین رقابت پی در پی را که در کشور تایلند انجام داد با حریفای خارجیش توانست به پیروزی به کشور برگرده و همچنان دست پر برگشت. برشان تبریک میگیم. قهرمان سلام، خسته نباشید، صبح بخیر، خیلی خوش آمدی، رمضان مبارک باشه. علیکم السلام لطیف قان، سلام خدمت شما، خدمت تمام بیننده عزیزی که ما رو تماشا دارن. ان شاء الله که شما یک صبح خوب خوش آغاز کرده باشید. بخیر با عزت باشین. خوش آمدی به کابل و همچنان تبریک میگم، بازم پیروزیات ان شاء الله درخشش بیشتر تا ببینیم. تشکر لطیف قان، خوش باشی. سلامت باشین. بین روی این هم صحبت کنین که چی وقت آمدن کابل، چند روز میشه؟ لطیف قان ما تقریبا یک هفته میشه، چهارشنبه قبلی آمدم، چهارشنبه یک هفته پر شد. خیلی خوب. یک وقفه طولانی را در تایلند بودین که فکر کنم از 27 اکتبر بود، فعلا هم 13 مارچ است که ما و شما میبینیم. بله، ما تقریبا 27 اکتبر رفته بودم که 6 مارچ پس آمدم، تقریبا 4 ماه و 15 روز شد. خیلی خوب. و چند مسابقه انجام دادین در 3 مسابقه. 3 مسابقه. ارسیش برد بود. بله، ارسیش بردم، ارسیش نکاوت کردم. این بار متفاوت‌تر از بارهای دیگه، بارهای قبلی رفته بودین. چی باعث شد که پیروزی‌های پی در پی دست آوردین؟ اما خالیگاه‌ها و نکته‌ای که یادداشت کرده بودین حتما بله بالکل. لطیف قان اول خو یک مشکل اساسی بود که ما می وزن خود باید از اول ما دو باختم کردم، بخاطر از بود که ما وزن بالا مسابقه میکردم، نظر به قدم و جسامت ما باید وزن 61 کیلو 60 کیلو مسابقه میکردم که اینجا همراه ترنرهای خود مشوره کردم و ما تصمیم گرفتیم که تقریبا 7 کیلو وزن خود کم کنم به طبق توصیه اوقات که باید ضعیف هم نشم و رفتم. و هدفی که ما 3 مسابقه کردم به خاطر از بود که ما مسابقه را باخته بودم، 2 مسابقه را ما امتیاز نداشتم در رنکینگ جهانی، جبران شو به خاطر یک امتیاز بگیرم جبران شو و می رفت آمدم زیاد مصرف داره، تیکت و طیاره بگه با دو نفر رفتم که 3 مسابقه بکنم بعد بهم که در راحت شم. خیلی خوب. یک موضوع بسیار اثرگذار است در مسابقات، در دیگه جاها، موضوع تشویق ورزشکارها است. که خود تشویق دنیای مجازی است یا در یک جای دیگه نفر تشویقت میکنه، مثل که ما و شما هستیم همیشه در تماس بودیم، تشویق کردیم. ولی یک تشویق دیگه که در گرد کیج یا گرد رینگ یا هم توشک پالونی که می باشه، هر رشته‌ای که باشه، ورزشکار وقتی هم حضور تماشاچی‌ها را میبینه، از افغان‌ها را خیلی اثرگذار است. چقدر حس می‌کردید اوجا؟ والا نصیب قند ما در 3 مسابقه که کردم افغانان در تایلند است خب بسیار محدود هستند و زیادترشون هم در روز مسابقه ما می بود که والا کار بار خود مصرف می‌بودند. دیگه معلوم دارد که اولیت بر کلگی هم فامیلش و کاربارش است. دیگه به خاطر در مسابقه ما هیچ افغان حضور نداشت، بغیر مسابقه آخرم که 2 دانه افغان حضور داشت. خیر ببینن ما بسیار رای دور آمده بودند. دیگه یک تاثیر داره، 100% یک تاثیر داره، به خاطر کلگی به دیگه زبان گپ میزنه، کلگی اگرچه تیم ما بود، ما در تیم فرانسوی بودم که با ما تشویق میکردن، خوب صحیح تشویق میکردن، اما بازم وقتی که وطندار خودت باشه یک استگاه ورد میده. دقیقاً یک چیز بسیار خوبی است که افغان‌ها تشویق میکنن. خیلی سپاسگزار افغان‌های عزیز هستیم. در هر کشوری که برین افغان هست و باید به خاطر تشویق ورزشکارای خود بیاین. خیر یک روز وظیفه هم اگر نرن بیاین ورزشکارای خودم تشویق کنن، خیلی اثرگذار خواهد بود، به خاطر که موضوع رقابت ورزشکارای ما موضوع شخصیشون نیست، موضوع ملی ما است. یک برنامه ملی است که مربوط به همه ما هستن. افتخاراتی که کمایی میشه به یک جمع بزرگ، با یک ملت بزرگ افغان هستن. خیلی سپاسگزارتان هستیم از عرق‌ریزی‌هایی که کردین، از اینکه زحمت کشیدین و سپاسگزار تمامی مربیان و استادان داخلی و خارجی هستیم. بین کیها حمایت کردن قهرمان مسابقات را، حمایت مالی صورت گرفت در کنار از اینکه حمایت معنویشون ادامه داد؟ بله والا نصیب قند ما حمایت مالی هم شدم این دفعه از طرف افغان‌های عزیز ما که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن. جایش هست که تشکر کنیم از پیشان مولا داد شما داده کسی که چندین ورزشکار مرتبه حمایت مالی کردن، خیری بینن، در روسیه زندگی میکنن و با برزازای اید افغانستان زندگی میکنه. عبدالرحمن کتوازایی که مسئول تمام کمپای کتوازای از افغانستان و هم حمایت کرده بود این دفعه. و یک دوست دیگه هم در امریکا است به نام خیبر خروشان، منیر بارکزای. خلاصه من این دفعه خوب حمایت کردن، خیر بینن. من خیلی سپاسگزارشان هستم، قلبا سپاسگزار هستم. ما ورزشکارای داریم در کشور، خوشبختانه خیلی ورزشکار داریم ماشاءالله، ان شاءالله درخشش عالی داشته باشن، ولی ورزشکارایی که خارج از کشور میره از من رقابت‌های خوب انجام دادن
در کارنامه خود طلایی درخشیدن و همچنان دستاوردهای خوب دارند، در کارنامه خود خوب ریکاردها دارند که از این جمله خودتان هستین و اینا باید حمایت شوند. و همچنان فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان چقدر در کنارتون ایستاده بود به خاطر مسابقات؟ چقدر حمایت کردن؟ کسی احوال گرفت نگرفت؟ والا راستی قند فدراسیون بوکسینگ افغانستان فعلا رئیسش استاد قدیر سلطانی است که بعد از مسابقه بر ما زنگ میزنه، طریق واتساپ یا پیام میده، تبریکی میده، پیش از مسابقه بر زنگ میزنه. دیگه از زیادتر چیز ما از فدراسیون دیدیم، نه تربیت بدنی دیدیم و تقاضا پیشون ندارم، به خاطر ما یک ورزشکار پروفشنال هستم. اگه با بکنم یک اضافگی است، مثلا مسئول ما اونا نیستن، به خاطر ما قدر درک دارم که المپیک تربیت بدنی مربوط به ورزشکارای موتور میشه، ما پروفشنال کارا هستیم، اما بعدم اگه بکنن شاید دعا کنیم برشان دل ما خوش شد. ان شاء الله خدا کنه که حمایت بکنن. یک پل ارتباطی میان قهرمانایی که مثل ذکریا جان زمانی هستن و قهرمانای دیگه که اونا میرسن در هر رشته که باشن، اگر یک پل ارتباطی هم باشه، ما هم یک پل ارتباطی هستیم. اگر کسی را دیدیم که یک ذره سرمایه‌دار است یا کسی هست که حمایت میکنه ایزارا و ورزشکارای ما را، یک پل ارتباطی باشین که نمیره یک کوشش بکنه حمایت بکنه. یا کلان گپ است. خیلی سپاسگزارشان هستیم. چقدر دشوار بود مسابقات؟ چقدر سخت بود براتون این سه مسابقه که انجام دادین؟ والا راستی قند ما اولین مسابقه ما فکر میکردم که این بسیار مسابقه مهم است، بخاطر دو مسابقه را باخته بودم. مسابقه اول که بردم دومش بخی فکر میکردم که از او قدم مهم است. دیگه همین سه مسابقه برام بسیار مهم بود. بارسش بردم و ما تونستیم که 2 ستاره جهانی رو بگیرم و در جهان 231 بوکسر هستم و در تمام جهان. ماشاءالله. دیگه یک رنکینگ خوب است برای ما و حالا ما میتونم که بالای یک کمربند آسیا مسابقه کنم، به خاطر وقت 3 برد پای هم داشته باشی و یک ستاره جهانی داشته باشی که ما 2 ستاره دارم. بازم مردم برات پیشنهاد میتونن بکنن، بوکسرهای خارجی، کمپانی‌ها و هم خودت میتونی که پیشنهاد کمربند بکنی و حق داریم که سر کمربند آسیا مسابقه کنیم. یک موضوع جالب ذکریا جان، یک موضوع جالب در صفحات مجازی هم دیدم. اول که قبل از اینکه مسابقه شما برا بفته، همو فایت کارتان نشر شده بود و ورزشکارا همه افراد یک جامعه فرق میکنه، از مردم فرق میکنه. مثلا در جامعه افغانی که ببینی همه اقوام که هستن چهره‌هاش متفاوت هستن. میشه همین حریفتان اما با اصطلاح عام بی فیس بود، فکر میکردن که سنش خرد است یا ضعیف است. وقتی داخل رنگ دیدیم یک فرد دیگه بود، عکس خودترکی خود داده بود. بعد از راستی قند که ما افغانا زیادتر ما از ورزش هیچ آگاهی نداریم. فهم ورزش ما اونم قدر است که اگر جان خوبش داشت او قوی است، اگر سکس پک داشت او قوی است، اگر کلان بود قوی است. من غلط است، این فهم ما است که ما قدر فکر میکنیم. در جهان خارجی رقمی نیست. همیال تایسون فیوری این قشه کم داره، 140 کیلو وزنش است، 30 مسابقه کرده کلش برده و قهرمان جهان است. دیگه ورزش رسمی هیچ ارتباط به عضله نداره، هیچ ارتباط به این نداره که تو اندام قلان داشته باشی یا سکس پک داشته باشی. خود افغانستان برعکس، بعضی مردمایی که انتقاد هم میکنه یا هم قدر فهمشون است که فکر میکنن دیگه ورزشی در نمیفهمن، دیگه در ایام نیستن که ریکاردش چک کنن، رنکینگش چک کنن، مسابقه قبلیش چک کنن. فقط هم رویتن قضاوت میکنن، بازورم پس وقت مسابقه که میرن باز پس فکرشون تغییر میکنه. دقیق به خاطر انتقاد کرده بودن وقتی روز مسابقه دیدن، باز بسیار جالب بود. دوباره اون پستای خود باز دیلیت کردن، اما گپ خود گرفتن، از گپ خود منصرف شدن. خیلی سپاسگزار حمایت‌های همیشگی افغانای عزیز هستم و قبل از اینکه اول آب ببینیم موتر از راه بکشیم. اون روز انتقاد زیاد شد، صفحات مجازی به خانش میگرفتیم تا روز مسابقه. بیاین از این سه حریفتون کدامش بسیار براتون سخت بود، کدامش زیادتر قوی بود و فکر میکردین که امتیازات کم بگیرین؟ والا راستی بخوان حریف آخر ما اتلتش روسی بود و در فرانسه زندگی میکرد، برای نمایندگی فرانسه مسابقه میکرد. ما فکر نمیکردیم که به یک جسامت خرد داشت، قدر چند مقدار بلند بود، ما مشتی داشت که من روسیه او کار کرده بود، نورمال مایده کرده بود، لاشه ما چشم ما یعنی راون اول مرا زیاد زد. خوی فقط یک مشکلی که داشت ما درک کردم وی بود که بچه کم تجربه بود. 3 مسابقه کرده بود، ارسی حریف خود برده بود، ارسی حریف خود نکاوت هم کرده بود و این فکر میکرد که مرا میدونه نکاوت کنه. خود راون اول یعنی کل انرژی خود مصرف کرد، زد نمره خود گرفت، خب مگم نتونست که نکاوت کنه. با او خاطر دیگه باز راون 2 3 باز کل مسابقه ما پیش بردم، ما نکاوتش کردم. ابراهیم چابان یکی از فایترهای بسیار مشهور هم از همون منطقه خودم کشور خود و چوبان دیگه به حساب زبان و چوبان میگه. ابراهیم چوبان و در راوندهای بعدیش باز خوب دیگه باز انرژیش خلاص شد. دادر بوکسرها نمیاد کم تجربه‌شون است که انرژی خود تقسیم راونا نمیتونن، یا فکر میکنن که 3 دقیقه دیگه 3 دقیقه در بین رنگ بسیار انرژی میخواد، مناسب که تمرین نکرده باشی و مسابقه 6 راوند و 8 راوند در راوند باشه دیگه باز
ضرورت داره که باید انرژی تقسیم کنیم. خیلی خوب. کیها هم راهید کردن در بخش ترینری مربیگری در افغانستان و خارج از افغانستان هم مربیای داشتی هم در مصافحات مجازی از مربیات هم تشکری کردی؟ قربان نصیب در افغانستان ما پیش استاد ویلای رسولی تمرین میکنم، یکی از ترینرهای با تجربه افغانستان پیش استاد موسی زمانی بیادرم است و در این مسابقه ما تمام آمادگی در تایلند گرفته بودم. ما رفتم تایلند، امروز کمپانی ارتباط گرفتم، اونا ما را خواستن به خاطر تمرینات یک هفته، باز ما را قرارداد دادن و ما اونجا تمرین و جای بود و باش کلش اسپانسر شدن. ما میتونستم فقط به خاطر از اینکه ما بنا آمدم کمپ مسابقه میکردم. یکی به نام کشور است، باز تایلند کمپ است که ما میخوایم به نامشون مردم مسابقه کنن، البته فایترها که یک چیز داشته باشن. دیگه ما 4 ماه تحت یک ترینر روسی فرانسوی تمرین میکردم که چندین قهرمان جهان رو تربیت کرده بود، هم در کیک بوکس، هم در موتای، هم در بوکس. دیگه ما 4 ماه مکمل پیش دو تمرین کردم و وزنم برنامه‌اش هم داده بود که چقدر کم کنم و من ضعیف نشدم. تقریبا 8 کیلو وزن کم کردم که بیادرم مسابقه کو بچه ضعیف خود شدی. خب به یک شکل برای ما یک توصیه خوب داده بودن که ما این مسابقه آخر من 3 راوند خوب زدن نکردیم، ما 5 6 راوند دیگه میتونستیم کار کنم. دیگه جایش بود که تشکری کنم از پیشم خودمان ما رو نمیفهم. خداوند خیرشان بده. بخیر باشه. خیلی سپاسگزارشان هستیم. تشکر از اینکه حمایت کردن، در کنارت ایستاده بودن و ما حس از این داشتن که همتیمیشان هستی، کمک کردن. بله. چقدر سطح ورزش افغانستان در کدام حالت می‌بینی؟ ورزش بوکس افغانستان در کجا می‌بینی و همچنان ورزش‌های کشورهای بیرونی رو هم دیدی، خارج دیده هستی و سطح ورزش از اونها رو هم دیدی؟ چقدر والا نصیب قند در افغانستان بچه‌ها خوب است ماشاءالله، خوب زحمت میکشن، استادات ترنرها هم چی دارن که دارن امور استفاده میکنن دیگه، زیادتر خود ندارن که استفاده کنن. من هم زمینه مساعد نیست برشون، به خاطر از اینکه در افغانستان ما یگانه پروفشنال کار هستم، بوکسر ام کار زیاد داریم. من در افغانستان در 36 میلیون نفوس یک ما هستم که میخدم در افغانستان میرم خارج مسابقه میکنم، پس میام با وجودی که بوکسرها زیاد داریم در افغانستان. مثلا ما میتونم یگان دانشجو معرفی کنم به سازمانایی که ما مسابقه کردم، من میانه میتونن اشتراک کنن، به خاطر یا پیسه ندارن، مجبور هستی که دفعه اول سر خود مصرف کنی، یک چند ریکارد جور کنی، ریکارد خارجی البته. دیگه این بیچاره نه پیسه تیکت دارن، نه پیسه هتل دارن، نه کس هست که حمایتشون کنه. دیگه برای من این حالا قابل تشویش است، به خاطر بسیار یک گپ خرد کلان است که در افغانستان یک بوکسر است که من هستم که میرم مسابقه میکنم، پس میام دیگه هیچ بوکسر نیست در افغانستان که برای خارج مسابقه کنه، باید زمینه مساعد شه، باید کسشون همکاری شه دیگه. خداوند کمکشون کنه. خیلی خوب. سر همین موضوع هم برمیگردیم. قبل از اینکه روی موضوع صحبت کنیم، بر ما بعض فرصت هایی که در اینجا هست فدراسیون کمک کردن، از پاسپورت، ویزا، تمام مسائلی که آماده کردن شما برین کیها کمک کردن؟ بله این گپ دقیق است، به خاطر وثیق صاحب جایش که متشکری کنم از پیششان. همیشه قبل از اون که مطمئن صاحب بود ما 4 سفر کردیم در امارات، از وقتی که نظام امارات آمده همیشه هم همکاری کردن، یعنی چیزی که از دستشان می همی است که امر ویزای ما را بدن، مثلا پاسپورت داشته باشیم پاسپورت ما را امرشه بدن، خیر ببینن خانهشون آباد، این کارا میکنن. اما حمایت مالی دیگه ورزشکارا باید بر خود یگان اسپانسر پیدا کنن که با این مسابقه اشتراک کنن. خیلی خوب. موضوع قدم بعدی چی خواهد بود؟ پلان بعدی، برنامه بعدی؟ اول خلاصی فقط ما یک دوره مسابقات داخل افغانستان گرفتیم، مسابقات بوکس پروفشنال، به خاطر که اگه که علاقمند بوکس هم زیاد شه و کلی پشت میره گرفته روی سازمان ان شاء الله میایم، صحبت ما باقی است، فقط میخوایم که پلان بعدی از این مسابقات بدانیم. پلان خودم لالاسی فقط است که ما باید مسابقه کنم بالای کمربند WBC آسیا وزن 60 کیلوگرم سوپر لایت ویت. دیگه یک بوکسر الیف ممتور برام پیشنهاد شده که از فیلیپین است، نفر دوم از فیلیپین، نو برد داره، 5 باخت داره و 2 مساوی داره، او هم 1.5 ستاره جهانی را داره و نفر 330 جهان است. دیگه ما در مشوره هستیم. خب امروز استاد موسی و بیادر و مسترنرایم امکان داره که در آخر اپریل ما ایره قبول کنیم مسابقه را، باز بریم بخیر مسابقه ان شاء الله. یک موضوع دیگر هم یادآوری کرده بودی در صفحه فیسبوکت، اما صفحه‌ای که بود خودتان یادآوری کرده بودن از حضور 2 ورزشکار در تیمی که میرین، گفتین 2 ورزشکار دیگه هم شما کمک میکنن که با خود ببرین. اونا کی هستن؟ بله راستی قند میره ما تا بال انتخاب نکردیم، بخاطر ما مسابقه رو گرفتیم که در بین زیاد نفر انتخاب میشه. یک راز است، یک تحفه و یک هدیه خواهد. بله سورپرایز میشن ورزشکارایی که در سازمان شما مسابقه کنن. ما برشون گفتم ما مسابقه مرکزی مثلا کمربند می باشه، ما خوش دارم که 2 بوکسر دیگه باشه در کارت ما مسابقه کنن، مسابقه مرکزی از ما باشه، شما مسابقه کنین دم یک شو. ما در 5 سال یک 4 نفر ما رو میشناسه، شما در یک شما میشناسه 4 نفر میشناسه. خیلی خوب، خیلی خوب. از
امی سازمان بر ما بگو، از فعالیتش خب زیاد وقت میگذره، چقدر چهره ها رو شما شناختین، چقدر چهره ها ثبت یا مدرج لیستشتان شده، هایلایت شدن که باید رویش کار بکنین؟ لالاسی بقند ما این سازمان خاطرا رئیسش بیادرم است، استاد موسی افغان که بخش بوکسش ما رو به ما داده و ما تا بال 6 دوره مسابقه پروفشنال برگزار کردیم، 5 دوره مسابقه پروفشنال و 5 دوره آماتور که در این مسابقه فقط مسابقه بوده که به خاطر تبلیغات بچه‌ها بوده، به خاطر تجربهشون بوده که تا حد توان برشون کمک کردیم که تبلیغاتشون هم شود، تجربهشون هم بگیرن و این مسابقه که دفعه برگزار میشه، این 6 راوند برگزار میشه و هدف اصلیش هم است که دو بوکسر ما از قادسیه انتخاب کنیم. خیلی خوب. این بار سطحش بالاتر است نظر به بله، هر کل مسابقه ما 6 راوند است و امی دو بوکسر هم باید ما از بین از اینا انتخاب کنیم. دیگه مسابقه قبلی 4 راوند بود. بسیار خوب. پیسا میدین در باخت؟ در باخت؟ به خاطر ما بوکس پیسه خوب نداره؟ والا داره راستی، خود افغانستان والا هیچ چیز خوب پیسه داشته باشه. افغانستان من رقابت فرانسیس انگانو را دیدم که جوشوا 20 میلیون گرفت در باخت خود. من میبینم 20 میلیون در باخت خود گرفت. مگه میبر چقدر میگرفت؟ در افغانستان نه او پیسه اول تعیین شده میباشه. همین بوکس که مثلا ما که مسابقه میگیریم اون پیسه که مقدار پیسه اول تعیین شده میشه، در باخت و برد اون پیسه رو میگیری. خیلی خوب. و باز اگه احیانا به نکاوت ببری، مثلا شاید عریف جوشوا یک بونس گرفته باشه، یک پیسه اضافه گرفته باشه. ما در افغانستان هیچ نداریم. ما میرقم یک چیز حتی در تلویزیون هم که مسابقه میگیرن، این مبارزات آزاد که مسابقه میگیرن، این بیچاره خودشون پیسه میده برای سازمان‌ها. همین موضوع رو به خاطر از یادآور شدم قهرمان، به خاطر که شما قبلا در رویدادهای دیگه که در این سازمان برگزار کردین، شما با افرادی که میبرد و میباخت شما یک امتیاز داشتید و کیها کمکتان کنه که یک راه جور شود تا بتونین که قهرمانی ما رو کمک کنین؟ یک گپ است، ما دمی پالی ما که دمی روز مسابقه می بعض دوستان میشینه یا استادان نیستن یا مثلا خاطر بچه‌ها میان تشویقشون کنه یا اون پیسه دارا میشه یا هیچ خبر نمیشه. من وای که میگیرم حاجی صاحب فلانی 2000 افغانی یا 1000 افغانی قهرمان میده، هیچ خبر نمیشه. میگه میته برشون همین 1000 افغانی پیسه نیست که یک حاجی یک کلان آدم میشته میشه، یک ورزشکار 1000 افغانی نه. به خدا ما تا برشون گفتیم که نشینین در پالی با بازار داشتن تشویق میگن. یعنی مهم نیست که تو 10000 بدیش، خیر 1000 بدیش، 2000 بدیش، حداقل اون پیسه که در مسابقه مصرف کرده امور باز برش بتن. دیگه نداریم، اسپانسر نداریم که بتن برشون. خیلی خوب. انشالله که رقابت‌های خوب باشه. ذکریا جان زمانی خیلی سپاسگزار شما هستیم. از این بر ما بگو که چقدر تجربه را انتقال دادی از کشور تایلند به وطن؟ آیا در سازمانت یک پروسه یا یک برنامه آگاهی دهی خواهد بود که می تجاربی که ازش گرفت انتقال بدید؟ مثلا از شما از کم کردن وزنتان گفتین که 8 کیلو وزن کم کردین ولی ضعیف نشدین، همین تجربه را انتقال میدی یا سمینارهایی را برگزار میکنی که ورزشکارا معیاری‌تر شوه ورزششان؟ لالاسی بقند امیال فعلا قراردادهای مروان از بخاطر مسابقه پیشرو هر بوکسر که میاد ما فقط 10 دقیقه براتون تشریح میدم که چه قسم ریکارد جور کنین، در کجا جور کنین، به کدام رقم مسابقه براتون تنظیم میشه، چه وقت شما سر عاید میشین. این رقم نیست که میده تو بری خارج که عاید پیدا کنی، هیچ امکان نداره. تایلند یک کشوری است، مثلا ما تایلند یاد رفتم، ما زیاد دارم تایلند مثال میدم که هر سنگ بالا کنی 500 دانه فایتر خواست دیگه، هیچ امکان نداره که تو سفر اول خود از سازمان ها پیسه بگیری. اما اگه خوب مسابقه کنی، مسابقه تو خوش کنن سازمان بر قرارداد بدن، باز دیگه اون پیسه میگیرن، مسابقه پیشرفت میگیرن. خیلی تشکر از حضورتان و امید درخشش بیشترتان، ان شاء الله موفقیت بیشتر براتون آرزو دارم و موفقیت بیشتر تا ببینیم. خیر ببینید. سلامت باشین.